پدرم مادران که ماره حقیقت خدا خواهی قبول با خدا قسم ثواب بگیر. خدا شاهد است. شاید فرزند به دنیا آرند اینها وقتی کvartiran هستین شما؟ چند سوم میسپارید پول کvartira؟ 10,000 سوم چه خیلی شد که مثلا اویلادور شدی بعد اویلادور شدن زندگی یگان مایده تغییر یافت دل یگان چی آروم گرفت که حبلو نمیدونم نادرست است طلبندگی نادرست است لیکن وقتی که جام به لب می آید چی کرده داری تو؟ شمسی دونی کدام رقم است؟ رقم چند است؟ 957 کلی مادران بانوان خواهران خانشین میخواهید صاحب پولهای خوب شوید. رقمهایی که در ذهن میگذارم به شما شرایط کاری فراهم میارم. زود شتابید صاحب جای کار شوید از 200 سومانی تا 30,000 سومون. Говорю, что иногда на банке Амунат банком, мархамат, клой фабели касина кадам 12,500 сомони. سبزه بالای کوه از آب دریا غافل است. سبزه بالای کوه از آب دریا غافل است. بینوایان را خدا رزق هوایی می‌دهد. سلام و درود تماشابینان عزیز. خرسند هستم که شما را دارم. ما در یک ماه قرار داریم که پر از خیر و برکات است و کنون در دایره روزگاری دو نفری که خداوند این درد و غم را به سرشان آورده است و به سبب نیست حکمت دارد گفته میگذاریم. با ما باشید. تماشابینان عزیز، حالا ما قرار داریم در خانه برادر. اسم شریک شما؟ تورایب تورایب عبدالله. ها شما اسم خودتون رو نمیدونیدن؟ منم گردن مشکل گپ زدن برای شما مشکل است عبدالله. برادر عزیز عبدالله جان، شما چند ساله هستید؟ 30 ساله 30 ساله هستید. این نفر همسرتون میشه نه؟ اگر برای شما مشکل تر باشه بعضا سوال خوب مشکلی ندارد، میتوانند این ینگه جواب کرد. خب ینگه جان، شما چند ساله هستید؟ من 32. 32 ساله هستید. شما چی معیوبی دارید؟ من معیوبی یک پوچه من حسابی یک پوچه من نمیمونم در زمین. راست این خیلی یک دسته میگن دسته معیوبی دسته. شما این اکای عبدالله را دیده اویلادور شده یا چه خیلی شد که اویلادور شده؟ معروفی من عبدالله را ندیدم. من برادرم عبدالله را شناسیدم و یک سبب کار غلطی ده پیش برادری من رفته و برادری من دیدهش هم شناسیده. من که اول خودم کتاب قرآن میخواندم، نماز که میخواندم فقط در آینه میگفتم که من نفر نمیگم که نماز خونه کتاب قرآن خونه. من هیچی نداشته باشم، نه که من به خاطر خداوند هم انسان میگیرم، ولی من بایگری همون خواندن بچه روی و کتاب خوانی شد. بس که برادر میگه پای من در یادش گرفت، خیلی دید که هم بچه نماز میخونه کتاب میخونه، خیلی خانه آورد و هم تقدیر خیلی عجیبش نیم و هم رسیدیم. خداوند یک خداوندی هست که یگان کس را خور شدنی نمیماند. در این دنیا یگان کس به بخت نمیماند. با مرور زمان هر کس صاحب بخت خود میگردد. اکای عبدالله جان، شما چی معیوبی دارید؟ من گردن مشکل نه یا پا میکشه یا پا نفس زدن مشکل پاها میکشه نه؟ خب اکای عبدالله،
شما مکتب میانه خوندگی هستی؟ مکتب میانه خوندگی مکتب تا سال 11 خوندگی تو صنف 11 صرف 11 بودم مادر میگذاشت دو ماه بودم پدر میگذاشت یه هفته در خونه خالم یه هفته در خونه تقایم زندگی کردم همین شنبه داخل شدم اما خوابگاه زندگی میکنیم خوابگاه کجا ده کردلو؟ خوابگاه کالج اینفورمات کردم شما داخل شده خونده ایستوده؟ بود کرده؟ شما همین از نگاه خودتون اکای عبدالله میخواهم بفهمم که به پدری و به مادری این یک غم باز با همین مشکلاتی که به سر شما آمده است این یک غم دیگر چقدر طاقت کردید که داخل شدید و خوندید و بود کردید خداوند یه صبر دست من 5 نفر میخوانم فقط صبر کردم طاقت کردم مادرم من کلم کرد شو نکرد من کلم کرد خدا گذشت صدا پدرم من ندیدم در مسجد و در مکه با دنبال چی هستی؟ اول بنگر قلب کسی را نشکستی اینگونه چرا در پی اثبات خدای همسایه ما گشنه و ما سیر میخوری. خب اکای عبدالله این روزها میگذرن همه چی میگذرن لیکن تو خوشبخت آدمی هستی که عقل سالم داری خوشبخت آدمی هستی که درک میکنی زندگی رو در این شهر در کجا زندگی میکنی و از حساب کی زندگی میکنی؟ کوارتیران هستین شما؟ چند سوم میسپاره پلی کوارتیره؟ 10,000 سوم پلی برق و موسر با اینا جداگانه هستن؟ عدل نه میخریم نه میپوشم سوم کوارتیر از کجا میوبید همون سوم کوارتیره شما؟ هر کس یادم میکنه تقایم سستم یادم خودم سست نفقه انجام میکنه نه میپوشم نه جمع میکنه سوم کوارتیر نمیده اکای عبدالله نفقه هم میگیرید ها؟ چند سوم نفقه میگیرید؟ 330 سوم شما چند سوم میگیرید؟ 330 سوم اپا شما هر دوتون 330 سوم میگیرید؟ چه خیلی شد که مثلا اویلادور شدی بعد در اویلادور شدن زندگی یگان مایده تغییر یافت دلت یگان چی آروم گیری تا که عبدالله آرام گیریم همون دختر بخاطر الله گرفتم دختر خوبه نماز خانه کتاب خونه دختر بهتری نه بیزنی خیلی بود خودم پشکم میشتم ازم میکشیدم حزین پوشاکات هم میپوشوند خوراکت میپزد با قدری هم که خانه را توزه میکند توزه میکنم همین 5 نماز میخوانم حق غریب بچه‌ها پدران مادران دعا میکنم انشالله باوری دارم هم نوارم یعنی غریب بچه‌ها میبینن من دستگیری میکنن انشالله باوری دارم هم سوم کوارتیر خلاص میشم انشالله پروردگار حق شد دعا کنید یکی شبها میکنی سوی خداوند تنبه ها ای که سوی حق میسازی فیغان و ناله ها من که میدانم یقین نزد خدای بی‌بها تا تو کاری خوب نسازی توبت معقول نیست. برادران مهاجر شرم میدارم که با شما مراجعت کنم دوستانی که داخل وطن هستید ایزا میکشم که با شما گپ زنم میدانم نادرست است طلبندگی نادرست است لیکن وقتی که جام به لب می آید دیگر کسی نیست را دستگیری کند مجبور می شوی که همین راه را انتخاب کنی
من حسابم به همه مردم این شهر جداست. من امیدم به خداست، بعد خدا هم به خداست. یعنی ان همین برادر طولی چند روز می شود که به نزدیکاری من می آید، به پیش من می آید، دیگر رفیقانت خواهش و التماس میکنند. من مجبور شدم که ان همین ثبت را کنم. امکانتان باشد دستی کمک دراز کنید. ماه مبارک است. ان همان فطر و ان همان خیری که میکنید یک جای درست آمده رسد، این بهترین است. تو برادر و دادر و خواهر و این چیزا نداری؟ نه نداری ها؟ هیچ توان داره یادم کردن من همه خدم میگه. مادر کجاست؟ مادرم گذشتگیه. مادر گذاشتگی. بابا این قوادوی همی داره. نه چیزی که ایان از حجت به بیان نیست. ینگه جان شما از اویلدار شدنتون همراه اکه عبدالله یگان پشیمانی نداره؟ من نصیب پشیمانی ندارم، چون که ما آرزو میکنم که بچه‌ای که فقط مسجد را و پای دغل نزنه، من تری چیزا دوست نمیداشتم. کتاب شب خانه، نماز شب خانه، مسجد و من شکل میگفتم. من روزی بدم که خانه نداشت، من میدانستم که این خانه و در ندارم. همه چی را میدانستم. به خاطر خداوند، به خاطر این مسجد روی و نماز خانی و کتاب خانی من را قبول کردم. چون خداوند خود دارنده ای. اگر بخواهی ما را میتین، نخواهی هیچ گل نی. در تقدیر ما همین بوده که تو هم نگیرید تو روزگی دودو. سنا بادا به زنهایی که مردم، بیاز زندگی رو شعری فردم. به نامردان بداده دستی مردی، ولی شأن زنی رو پس نکردم. این از همان شباهت میدهد که مادر تاجیک دلی بزرگ دارد. لیکن تصور کنید غیر امکان است. مادر تاجیک رحمی بزرگ دارد. مادر تاجیک معرفتی بلند دارد. مادر تاجیک در دنیا همتا ندارد. خاک پایتان شود مادران تاجیک. این هم یکی از مادران تاجیک است که با همه قدر زندگی پرجوش و خورشیش، تلاطم و درد و غم انتخاب کرده است و صبر کرده است که یک روز نه یک روز انشاءالله خوب می شود. خب هر دوی شما چی خواهش داره؟ چی می خواهید؟ اول این گپ زن با ما گپ بزن. خواهش دارم اگر امکانات باشه به خاطر الله و به خاطر پرایم دست کنی کنه همین شما کباتی نه حالا شد من مجبور شدم برای اکران برای من مجبور شدم. اگر من پدر مادر زنده باشه من این کار نمیکنم. شما چی خواهش دارید؟ من همین خواهش دارم که یک پول اجاره خلاص شیم. بعد یک التماس دارم که وقتی فایده‌تون نمیتونین رسانده برادره گپای زیادتی در کامنتر یا ننویسین که ما به حد زیق میشیم. و اون زمانی که ما گپای زیادتی کامنتر هم میفهمیم گویا که ای دنیا در نیستیم. همین که خودمون تصور میکنیم. پس در این انسان که چرا تصور میکنه گپای زیادتی را میفهمم چند روز دیگه بیمار میشه. هدف اینجا چی است برادرها؟ خداوند همه قدر درد و غمی که برای اینها داده است بسنده است. خواهش آن همین اتاق همین است که اگر گپی خوب گفتن نمیتوانید و کاری خوب کردن نمیتوانید، لااقل گپی بد نگویید. این البته را به همانه به اون بعض نفرهایی که نظری سرد دارن بر زندگی، نمیفهمن درد چی است، نمیدونم معیوبی چی است، نمیفهمم به کسی چگونه سخت است، بس چیزی در پیششون آیت می نویسند. یعنی اینجا آمدن خلاصه همین بده است که برادران امکانتون باشد دستی کمک دراز کنید، لااقل برای خوردنیشون، لااقل برای پوشیدنیشون، لااقل برای اجاره پولیشون کمک کنید. یا اگر امکانتون باشد در گوشه کناری همین دوشنبه شهر
ягон як кулбаҳак хона ё заминашон ё ягон чизе дигар бошад имконият диҳед дастгирӣ кунед соҳиби чиз гарданд. Ҳамин қадар чиз мехоҳанд. Акай Абдулло қатъи анга агар ки ягон ҷои кор пайдо шавад кор мекунед шумо? ما کار راستی هست کار میکنیم کار دارم هر قدر والله کلان نمیگیرم چی کار میکنی اپاجان خدایا؟ من زندگی میکنم حسابی که من همین اینترنت خواندم لیسه اینترنت برادرم وقتی ما اینترنت ما بردم کودک بوده مادرم که با دادرم که مایده بوده هم معیوب بود برادرم گفت که این زنه که اگر گریه میکنه کلان میشه دیگه مرا نماندیم بخوانم گریه میکنه خواهر ما خطیم میگیریم برادرم خطیم گرفت و برادرم رفت بسیار عذاب کشیدیم تمام کرد دیگه مکتب داخل شد من مجبور شدم خواندم مجبور کردم خواهم برای بسیار غمون دادن که مجبوری خواندم مکتب بود کردم بعد برادرم گفت بیا لیسه اینترنت داخل شد لیسه اینترنت داخل شدم همه کسبی تو زندگی را حقیقت کردم خیلی حاضر کار کردیستم همیشه میرم میام و همون را میمانیم با بیزامون همینه با پلی کوارتیر هم میتونیم و همه که ما روز بردستیم که بسیار کاری و مشکله کاری تو زندگی بعضم کارا نمیتونم لیکن مجبور میکنم لیکن اگر نکنم سرم کنم با همین خیلی عذاب سر میشه بسیار تر میشه با فیغان نلب کشودم که فیغان اثر ندارد غم دل نگفته بهتر همه کس جگر ندارد. برادران عزیز معذرت بالای معذرت امکانتان باشد لازم دونید همین برادر همین خواهر دستگیری کنید زیرا من یگان ویدیو را ناسنجیده و نادانسته نمیکنم کنون از حالتشون آگاه هستم خدا هیچ کس را با این روزها نآورد و اینها را از این روزشون را بد نسازد. چی کرده داری تو؟ شمسی دارم کدام رقم بس؟ رقم چند است؟ 902 50 17 96 خب طولی چند قدر شد اویله دار شدین؟ 6 ماه شد 6 ماه شد فرزندور فرزانده تابوت کردن دارد تبابت کردن در کار اگر در داخل شما دختری باشد در حقیقت دختر باشد امکان داشته باشد با خدا قسم ثواب نگیرید با خدا قسم ثواب نگیرید خدا شاهد است شاید فرزند به دنیا آورند اینها این روزشون میگذرد لیکن روز وزمینشون ای پیش است در روز سختی ان همون فرزندشون و شما سبب شوید اول خدا دست اینها رو گیرد اگر امکان داره خواهش میسازم دستگیری سازید رقمش میگذارم رقم تلفنش هم میگذارم رقم کارتش هم میگذارم اگر دانید تانید برادران عزیز خواهش بالای خواهش همین برادر و همین خواهر دستگیری کنید چند قدر سخت است و همین قدر حالت و به همین قدر خداوند چیز داده صبر انتخاب کردن به طلبندگی نه بلکه به مهنت رزق یافتن خواهش میسازم بالای سوخته بعضا نفر نمکاب نشوید دستی اکای عبدالله و این خواهر عزیز ما رو گیرید اکای عبدالله خداوند نگهبانت باشد با نیکی بینیم برای همه مردم مهاجر برای مردم تاجیکستان برای کل مردم مسلمان یک دعای نیک در همین ماه شریف رمضان نفرهایی که
бебахт ҳастанд, кош дуои ту сабаб шавад соҳиби бахт шаванд. Нафарҳое ки бефарзанд ҳастанд, ҳамчун худат дуои ту сабаб шавад соҳиби фарзанд шаванд. Нафарҳое ки муҳоҷиру дар дурӣ ҳастанд, кош ба кисаи пуру ботани сиҳат ба ватан баргарданд. Нафарҳое ки як мушкилӣ доранд, кош дуои ту сабаб шавад ин мушкилиашон кушода шаванд. рафтем акрам. ilhami kim müşkiliyle o kadar müşkili çok otandı bir farzanları halinde sonun solika atakına ki bak talep bak safiyetler kadar padan mı padan modoran ki mare hakikat kadar hakikat kadar am video yang soy kodu hayır ko bila bana soy bir kona be modari be padari am Gerçekten ne oldu? O mümkün ya. Allah bana ordunu kızardı. ما دستی دعا گیریم، دامازی خدا گیریم. امروز و یا فردا ساز باشید و شاد باشید. خدا حافظ.